سلام بیننده های عزیز، به کانال خودتان خوش آمدید. محسن رضایی تکواندوکار کشورمان مدال طلا به دست آورد. به ایشان و شما هموطنان عزیز تبریک گفتم و در این ویدیو کمی بیشتر با جزئیات قهرمانی‌اش آشنا می‌شویم. با ما همراه باشید. ذبیح الله شهرزاد مسئول مطبوعاتی فدراسیون تکواندوی افغانستان میگوید که این رقابت‌ها به میزبانی چین برگزار شده و در آن 471 تکواندوکار از 16 کشور جهان اشتراک داشتند. تکواندوکاران کشورمان دومین روز رقابت‌های بین‌المللی آزاد چین را مقتدرانه آغاز کردند که محسن رضایی نماینده شایسته و پرقدرت تکواندوی کشورمان در وزن 58 کیلوگرم توانست با شکست همه حریفان خود به مدال طلا دست یابد و فرزاد منصوری نیز برنده مدال نقره شود که با این دستاورد ورزشکاران کشورمان جواز حضور در بازی‌های المپیک سال 2020 را به دست آوردند. گفتنی است محسن رضایی با اشاره به حقوق ناچیز خود میگوید: بنده 3 سال مقام بهترین بازیکن تیم ملی تکواندو را کسب کردم، اما با این حال حقوقم نهایتاً به $13 میرسد. حال در نظر بگیرید به عنوان مثال تیم ملی کریکت $5000 حقوق میگیرند، اما برای امثال ما که به طور حرفه‌ای در عرصه حضور داریم و مقام‌های بالا و مدال‌های خوبی را هم کسب می‌کنیم بهایی داده نمی شود. او با تاکید بر لزوم حمایت دولت افغانستان از تکواندوکاران اظهار داشت: ما به حمایت مقامات دولتی نیاز داریم، هرچند در مسابقات با هدف و انگیزه شرکت می کنیم، اما بهتر است که از لحاظ روحی و روانی در سطح بالای قرار داشته باشیم. و همچنین خطاب به مسئولین دولت گفت: لطفاً تکواندو را به چشم حقارت نبینید و ورزش را سیاسی نسازید. حق تکواندو و بودجه مستقل است. تا باز هم از المپیک که بزرگترین رویداد ورزشی جهان است شاهد مدال‌های دیگر باشیم. تشکر از اینکه با ما همراه بودین. شما می توانید نظرات خود را در رابطه با ویدیوهای ما کامنت کنید. تا ویدیوی بعد، بدرود.